آقا یه مدتی خیلی زنگ میزنن، منم جمع کردم اینجا بگم به شما. میگن آقا خانم یکی داره میکشه سمت خودش، یکی داره اینجوری میکنه اونجوری میکنه، تلس زده. آخه اون کسی که میری تلسم میگیری خاک بر سره. تو با زن مردم چیکار داری؟ با زن شوهردار چیکار داری؟ میری دعا میگیری زن مردم میکشی سمت خودت، خاک بر سر. تو ببین چه بلایی سرت میاد. تو ببین تو که داری به ناموس مردم تجاوز میکنی یا تعرض میکنی، ببین چه بلایی سرت میاد. ببین چاه مکن بهر کسی، اول خودت بعدن کسی. تو به ناموس مردم نگاه کردی یا تعرض کردی، ناموس تو رو چندین ها نفر ببین چیکارش میکنن به وقتش. ببین چوب خدا صدا نداره. ازم خواهش کردن، التماس کردن، گفتن آقا این کلیپو واسه ما درست کن بذار، کسی صدای ما رو نمیشنوه. آقا من دارم این کلیپو درست میکنم و نیابت از اون بنده خداهایی که زنگ میزنن به هم گریه میکنن، پیام صوتی میفرستن با گریه. نکنید این کارا رو. این گریه ها به خدا قسم پاسوزتون میشه، این زندگیتون رو نابود میکنه. نرید دنبال ناموس مردم، مخصوصا زن و شوهردار. این کارا رو نکنید. ببین تو داری این کارو میکنی بدبخت میشی، بدبخت. حواستو جمع کن.